لیکن کار در واقع خیلی بسیار. حالا من باید از درون شناس شوم و دورنمای اینستیتوت رو معین کنیم. لیکن حاضر خودش گفته میدونم که اون چیزی که کلکتیو اینستیتوت ها هم شرقشناسی و هم اینستیتوت زبان تا الحال کردند و به نقشه گرفتند کارهای خیلی جایز و جالب. فقط ما باید این سنت ادامه دیم، یعنی ساختارهای بوده را نشکسته، فقط سمت‌های به نظر من مهمتر و پرمحصولتر را انتخاب کنیم، لیکن در زمینه اون چیزی که هست. چون که به اینم اکادمی ما حالا از جهت کادرها ما بسیار کادرهای عالی اختصاص نمیرسند. بنابراین البته این دو چیز است، هم تجربه یا تجربه کاری یا مثلا تالنت که هر سال زایده نمی شود. بنابراین باید به همون تجربه کاری تکیه کرده پیش رویم، یعنی بوده و این ذخیره های علمی موجوده رو در تمام اکادمی و اینستیتوت ما مخصوصا ثمراناک استفاده بردن برای تربیه کادرهای نو. خلاص که من تمام نقشه هم از همین برمی آید، اون چیزی که هست. و دوم اینکه اکنون اینستیتوت رو به سطح بین المللی نزدیک کردن، استانداردهای جهانی علم به موافق کردن. این کار یک روزه نه، دو روزه نه، این کار منتظم هر روزه و به مدت دراز. بنابراین اگر دفعه دیگر واقعیم گوید که من از 3 ماه گذشت چیکار کردید، من میگم حالا هیچ کار نکردید و انشاءالله کارهای خوب را انجام میدیم.